این ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایگاه المندروف ریچاردسون ایالت آلاسکای آمریکا صورت گرفت. آنان پس از ملاقات در یک کنفرانس خبری ظاهر شدند. ظاهرا ترامپ در این دیدار از پوتین استقبال گرم نمود و طی نشست 2.5 ساعته که با پوتین داشت آن را سازنده خواند. ما امروز واقعا پیشرفت بزرگ و نشست بسیار سازنده ای داشتیم. نکات بسیار زیادی وجود داشت که روی آنها توافق کردیم. چند مورد بزرگ هم هستند که هنوز کاملا به آن نرسیدیم، اما در کل پیشرفت هایی داشتیم. بنابراین تا زمانی که به توافق نهایی نرسیم هیچ توافق حاصل نخواهد شد. ترامپ همچنان گفت که با رئیس جمهوری اوکراین و اعضای سازمان ناتو در مورد جزئیات این نشست تماس خواهد گرفت. وی گفت مواردی که در این نشست ذکر شده باید توسط زلنسکی پذیرفته شود. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان مذاکرات با ترامپ را سازنده خواند و در سخنان خود برای پایان درگیری در اوکراین تاکید کرد و این کشور را برادر خواند. روسیه خالصانه علاقه دارد تا جنگ در اوکراین پایان یابد. اوکراین یک کشور برادر برای روسیه محسوب می شود. بحث اوکراین بحث امنیت ملی روسیه است. برای پایان جنگ و خونریزی همه ریشه هایی که تهدید امنیتی را به وجود می آورد باید از بین بروند. گرچه هر دو رئیس جمهور نشست آلاسکا را مثبت خواندند، اما این نشست کدام نتایج قطعی و توافق همراه نداشت که منجر به پایان درگیری در اوکراین شود. با باور کارشناسان ترامپ از این نشست کدام دستاورد به دست نیاورد، اما پوتین توانست که نقش بارز خود را در این نشست نشان دهد و خود را از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون بکشد.